رسیدیم واسه بخش دوم، تکمیل مفهوم تابع. ببین عزیز داداش، بار قبلی درباره این که اصلا این چی هست دهنشو کامل سرویس کردیم و حتی ترجمهش کردیم. گفتیم که آقا معنیش چیه، چی داره میگه. زبان ریاضی رو به زبان فارسی ساده و روون تبدیل کردیم. حالا این جلسه میخوایم تکمیلی صحبت بکنیم و موضوعات مهمی هم میخوایم حرف بزنیم درباره چند تا نکته. اول میریم سراغ اینجا، بریم سراغ بخش دوم. ببین گفته زوج مرتب دیگه چیه؟ ممکنه یه نفر مثل یه پلنگ قوی از اون ور بلند شه بگه استاد زوج مرتب یعنی چی؟ میگم یک لحظه وایس شروع بکنیم، نگران نباش. ببین عزیز داداش، زوج مرتب کلا داره میگه زوج یعنی دوتا معمولا عدده، مثلا میتونه A و B باشه، میتونه 1 و 2 باشه، میتونه هر چی باشه، فرقی نمیکنه. دو تا چیزن این ور اون ور، یکی سمت چپه یکی سمت، ببین خب این ور میشه چپ، این ور میشه راست. خب خیلی داریم ساده با هم حرف میزنیم. اینی که میفته چپ ما بهش میگیم چی؟ ورودی. و گفتیم که ورودی از جنس چی ان؟ ایکس، یا همون ایکسان دیگه. وقتی از جنس چیزی هستی از همونی دیگه، ورودی ان یا ایکسن. و میدونیم ورودی ها اولی نفران و همون مؤلفه اول حساب میشه. حالا سمت راست میشه چی؟ سمت راست میشه خروجی ها، خروجی ان، یا از جنس وای یا همون وای ها هستن یا مؤلفه دوم. خب اینو تا اینجا داشته باش. ببین تو جلسه قبلی با هم حرف زدیم، گفتیم که اینو آبی کنیم. گفتیم که این 3 که وارد شد 14 خارج شد، یعنی 3 ورودیه 14 خروجی. گفتیم که این جنس اینا رو، ببین اینا رو بهت گفتم به درد میخوره. حالا با هم حرف بزنیم. پس بیا از همون 3 و 14 استفاده کنیم. من از رنگ مشکی استفاده میکنم، مینویسم 3 و 14. الان این یه چیه؟ این یه زوج مرتبه یا زوج شیک دو نفری که هم قرار میگیرن. اونی که سمت چپیه دقیقاً این است. این یعنی الان مؤلفه اوله، ورودیه، این ایکسه، این ایکس ماست. و این 14 مؤلفه دوم خروجیه و همون وای ماست. عزیز داداش چیزی نداره، خودتو نزن به در دیوار، همینه، آروم باش، هیچ چیز سختی نداره. حالا همینو بیا بریم روی نمایش پیکانی تابع. ببین نمایش پیکانی تابع قبل از اینکه اینو براتون توضیح بدم بریم روی کتاب درسی. نکن اینجا نکن، من اینو ول کنیم، اونم ول کنیم. حالا ببین تو کتاب درسی اومده چی گفته؟ گفته از زوج مرتب استفاده کرده. مثلا گفته زوج مرتب های مثلا 4 و 5 5 و 4 گفته برابر نیستن. خب یه مرغ بیاد اینجا بشینه میدونه اینا برابر نیستن، چون این ورودیش 5 اینه که ورودیش 4 فرق میکنن. حالا از طرف دیگه گفته عضو اول همون مؤلفه اوله، گفته عضو دوم هم مؤلفه دومه. باشه ما هم حرف زدیم دربارشون دیگه، چیز خاصی اینجا نیست. حالا من اومدم اینو ببین، اینو کندمش کشوندم گذاشتمش اینجا و میخوایم تیکه تیکش کنیم با هم دیگه، جوری که هیچ چیزی نباشه ندونی. دوست داشتم در قالب ویدیو برات توضیح بدم، مثلا ویدیو بیارم تو ببینی که مفهوم چیه، ولی الان اینو از داداش بپذیر که با هم با واژه‌های ساده اینو یاد بگیریم با هم، یه قلم و کاغذ دیجیتال. حالا اول این که این نمایش پیکانیه. خب میبینی که این خیارشور ژاپنی است که در اومده باشه از اینجا، این پیکانه مشخصه. از اون اعضایی که پیکان در میاد ما بینا میگیم ورودی. اینا در واقع همون ایکس ها هستن. ببین ایکس ها هستن. البته اینجا چون مثال کتاب درسیه مثلا میتونه AB باشه، CD باشه، فلان هر چی، اینجا ایکس و وای نوشته و منم مثال همینو فعلا دارم میذارم. ببین این چیز خاصی نیست. این در واقع داره چی رو نشون میده؟ یک مجموعه رو نشون میده، مجموعه X رو نشون میده و میشه مجموعه X مساوی میشه با آکولاد باز، اعضاش کیان؟ A و B، آکولاد بسته. و اینم به همین ترتیب همینه. حالا این Xی که شما دیدید مجموعه X، چون پیکان از اینا خارج میشه اینا میشن چی؟ ورودی ها. اینا ورودی هن یا همون X ها هستن یا مؤلفه اول هستن. گرفتی؟ ما داریم همشو به همه قسمت ها تعمیم میدیم چون داریم عمیق با هم یاد میگیریم.
و این یکی چی؟ این یکی چون بهشون وارد میشه و اینا خروجی در نظر گرفته میشن خروجی ها یا همون وای ها یا مؤلفه دوم. حالا اصلا چرا داریم اینو یاد میگیریم؟ چون میان ازمون سوال میکنن که آقا میتونی تشخیص بدی ای مرغ قدرتمند که آیا این یک تابع هست یا نه؟ خب ببین اینا اعضای یک تابعن که وارد تابع میشن و خروجی میدن. آیا میخواد به ما نشون بده که این یک تابع هست یا نه؟ برای اینکه بدونیم یک تابع هست یا نه باید این نکته بسیار شیک و پیک ساده که نوشتم واسهتون رو با هم یاد بگیریم. گوش بده. آرامش. از هر ورودی یا مؤلفه اول یا همون ایکسه باید دقیقاً یک پیکان خارج بشود، نه کمتر نه بیشتر. دقیقاً یک پیکان باید خارج بشه. به مثال بزنیم با هم دیگه. ببین اینایی که سمت چپ هم با هم حرف بزنیم اینا ورودی هم. مثلا این یک میاد سمت A، این دو میاد سمت B، این سه میاد سمت C. این یکی چی؟ این یک میاد سمت A، دوباره از یک میاد سمت B، این دو هم یکی میندازه سمت B، سه هم یکی میندازه سمت C. اینجا چی؟ این یک میاد سمت A، دو هم میره سمت A، سه هم همینجوری میشینه نگاه این برابر میکنه. میخوایم بدونیم که کدومشون تابع هست کدوم تابع نیست. ببین طبق تعریف از هر ورودی باید دقیقاً یک پیکان خارج بشه، نه کمتر نه بیشتر. اینجا یه پیکان خارج شده این مشکلی نداره، اینجا بله مشکلی نداره، اینجا یه دونه خارج شده مشکلی نداره. پس این یک تابع هست. اصلا این ور برای ما هیچ اهمیتی نداره، مثل پوست ذرت میمونه، هیچ اهمیتی واسه ما نداره. حالا ببین یکی رو نگاه بکنیم. ببین 3 رفته واسه C مشکلی نداره، 2 رفته واسه B مشکلی نداره، اما یک میخواد زرنگ بازی در بیاری برای ما. یک ناقلا واسه 2 تا رفته، به هیچ عنوانی نمیتونیم قبول بکنیم، پس این تابع نیست. حالا بیا سراغ بعدی. از یک یه دونه رفته مشکلی نداره، از 2 هم رفته مشکلی نداره، 3 اصلا ازش نرفته. گفتیم دقیقاً باید یه دونه خارج بشه، نه کمتر و نه بیشتر. پس این هم تابع نیست. حالا این تا اینجا ما اینجا رو کامل تکمیل کردیم، مشکلی نداریم. فقط مونده اینجا رو با هم دیگه بررسی کنیم و قضیه تمام بشه. پس اگر بخوایم اینو تشخیص بدیم که این یک تابع هست یا نه، میگیم A یه دونه ازش خارج شده مشکلی نداره، B هم که خارج شده پس این یک تابع هست. این ور گفتیم مثلا برامون اهمیت نداره، اصلا اینکه ای گرفته کسی رفته سمتش کسی رفته دنبالش یا نه مهم نیست. حالا به سراغ بعدی. ببین A رفته سمت D مشکلی نداره، B یکی خارج شده مشکلی نداره، C هم یکی خارج شده مشکلی نداره. یکی ممکنه بپرسه استاد این 2 نفر اومده سمتش، مهم نیست. میگم اصلا سمت راستی مهم نیستن، فقط همین این که از اینا یکی خارج بشه پس اینم یک تابع هست. حالا به این ور از A 2 تا خارج شده این تابع نیست. این هم دقیقاً C ازش خارج نشده اصلا تابع نیست. این 2 تا مشکلی ندارن. فقط یک نکته ظریف بگم که در جلسات بعدی سوال میخوام ازش حل بکنیم با هم دیگه، اینه تنها و تنها در صورتی این میتونست. چرا اینجوری مینویسی؟ تنها در صورتی میتوانست یک تابع باشد که C برابر D میشد. چرا C برابر D بشه این میتونست یه تابع بشه؟ مگه ما نمیگفتیم 2 تا فلش یا 2 تا پیکان از ورودی خارج بشه قبول نیست؟ ببین حواست باشه اگر این 2 تا یکی باشن، پیکانی که رفته سمت هر کدومشون، خب اینا 2 تا با هم برابرن، پس در عملا انگار یه پیکان ازش خارج شده. پس تنها در صورتی میتونست این یک تابع باشه. خودتو مثل مرغ پرواز نده، گوش بده، آرامش داشته باش، مشکلی نداره قضیه. تنها در صورتی میتونست یک تابع باشه که این C و D که ای 2 تا پیکان ازش خارج شده و رفته سمت اینا برابر باشن، یکی باشن، که عملا این پیکان ها هم یکی باشن. گرفتی قضیه چیه؟ این تا اینجا. این از این جلسه
که از کتاب درسی هم استفاده کردیم. اینم که بهتون گفتم که کلا از کتاب درسی کندم آوردم اینجا. حواست هست که جزوه رو توی کانال تلگرامی قرار میدم و اینکه هر چی جلوتر میریم رتبه برتری و حرفه‌ای‌تر و تستی‌تر کار خواهیم کرد.